خیلی هم بزنم که صدا بالاخره خیاط افتاد تو کوزه. دانشگاه میگفت آخه تو چه مرگته، چرا یه درس نصف روزه رو یه روز و نیم میذاری؟ ولی من یه گلنگ پا بستادم سرفست اینو میگه و باید رعایت بشه. من فکر میکنم که وقتی آدم با یه مجموعه‌ای داره کار میکنه که نگاهش کمیگراست و یه سری سیاست‌های متفاوت و تفکرات دو داره، ولی تو راضی شدی با اون مجموعه کار بکنی، در قالب اون مجموعه کار کنی. من معتقدم که باید بدبستون وجود داشته باشه، یه سری امتیاز بدی بتونی یه سری امتیاز بگیری. مدیر گروه ما رو برکنار کردن، یه خانمی مدیر گروه ما گذاشتن که قبلا مدیر گروه این رشته بوده و بچه‌ها رضایت ندارن از اینکه این خانم مجددا برگرده و مدیر گروه ما باشه. ایشون بر تلفن دفترش رو برداشت، یه شماره رو از حفظ گرفت، گفتش که سلام آقای طاووسی، 2 تا از دانشجوهاتون اومدن اینجا اعتراض دارم به این قضیه که شما مدیر گروه عوض کردید. اصلا ما تعجب کردیم. از ابتدا این جریان شروعش من دقیقا اصطلاحی که به کار بردم از بغض معاویه بود. گفتن که همه سلام میری کم چی کاری کرد. جوابش بله